السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. تو الحمد لله. الحمد لله. شما همه تو ناز هستید. بعد از 4-5 دقیقه انشاءالله درس را آغاز میکنیم تا همه برادران پیوست بشوند. از درس حاضر درستش میکنیم. آواز چی خیلی شد؟ آواز نقص شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آماده شد انشاءالله. بعد از 4 دقیقه درس را آغاز میکنیم تا که دیگرها هم پیوست بشوند. اگر آواز پست باشد نواشنیک ماند انشاءالله خوبتر میشد. به چی سبب باشد که همه چی را آماده کردیم مثل هر روز. آواز چی خیلی از نغز است برادر؟ یا که از سبب موج اینترنت باشد؟ بله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب آواز ساز شده باشد خوب است انشاءالله. از درس های پیشی سوال باشد مرحمت سوال بدهید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از درس های پیشی سوال باشد مرحمت. از درس های پیشی سوال باشد مرحمت. سوال نباشد انشاءالله درس را آغاز میکنیم. چون به مثل هر دفعه درس را از حدیث آغاز میکنیم تا برای رغبت کردن به قرآن خواندن و عمل کردن بر آن درس به نهایت خوب است. این حدیث ها سوال از درس باشد مرحمت. عمر علی نعیم. سوال از درس های گذشته باشد مرحمت. از درس های گذشته نباشد درس را آغاز میکنیم انشاءالله. کسانی که در درس های پیش اشتراک نداشتن می توانید در آمده در کانال ما درس های مختصر گذاشتیم. همین درس های تجوید را مختصر کرده مانده می توانید از آنها استفاده برید. اینک درس را آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بهذا العلم في دارين. خداوندا نفع یعنی فایده این علم را که ما در این شبها میگذاریم، نفع فایده این علم را در این دنیا و در آخرت بر ما نصیب بگردان. و درس را از حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع میکنیم. انس رضی الله عنه، صحابه کرام انس رضی الله عنه میگویند
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند متعال در میان مردم دوستان ویژه یعنی دوستان خاصی دارد. دوستان خاصی دارد. باید بدانید که اهل قرآن دوستان ویژه و خاص خداوند هستند. بار دیگر حدیث رو تکرار میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند متعال در میان مردم دوستان ویژه یعنی دوستان خاصی دارد. باید بدانید که اهل قرآن دوستان ویژه و خاص خداوند هستند. یعنی در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما و شما میگویند که در میان مردم، در میان مسلمان ها خداوند دوستان ویژه دارد، یعنی دوستان خاص دارد. و کیستند این دوستان خاص؟ این شخصانی که اهل قرآن هستند. و اهل قرآن به دو گروه تقسیم می شوند. خوب اهمیت بدهید. و اهل قرآن به دو گروه تقسیم می شوند. یکم گروه اهل قرآن آن شخصانی که قرآن خوانده می توانند، قرآن را می خوانند، قرآن را می آموزند و بر آن عمل می کنند، در حیات خود آن را عملی می کنند. اینها از جمله شخصان اهل قرآن هستند. و شخصی که قرآن را بخواند و با آن عمل نکند، فقط برای قرائتش، برای زیبایی قرائتش بخواند و با آن عمل نکند، این شخصان از جمله اهل قرآن نیستند، چون عمل کردن مهمتر است. و دویم گروه شخصان اهل قرآن کیستند؟ اینها آن شخصان که قرآن خوانده نمیتوانند. شخصانی که قرآن خوانده نمیتوانند چون که در وقتشان درس نبود، قرآن خوانی نبود. مثال می آوریم این بابا و بیبی های ما که در وقت دولت شوروی زندگی کردن و در مدرسه و مسجد همه چیز محکم بود، نتونستند درس گرفتن، قرآن خوانی را نآموختند، لیکن آنها به قرآن عمل میکنند. آنها نمازهای خود را میدارند، آنها روزه میگیرند، آنها حاضر فرزندان خود را، نبیرگان خود را قرآن می آموزانند، یعنی به نزد معلمان میبرند تا قرآن آموزند. این شخصان هم از جمله اهل قرآن هستند، ناوابسته از اینکه قرآن خوانده نمیتوانند، چون که وقتی آنها در زمانش خداوند به همین آنها را امتحان کرد، نه که شرایط درسگیری نبود. به همین خاطر شخصانی که قرآن خوانده نمیتوانند ولیکن به قرآن عمل میکنند، زندگی میکنند، اینها هم از جمله اهل قرآن حساب دیده میشوند. به همین سبب شما باید بدانید که خداوند در بین همین مسلمان هایی که در روی زمین هست، دوستان خاص و ویژه خداوند شخصانی هستند که به قرآن عمل میکنند و قرآن را دستور عملی خود در زندگی میگردانند. به همین سبب دعا کنیم که هر یکی ما از اهل قرآن گردیم تا هم خواندن و هم عمل کردن بر آن خداوند بر ما نصیب گردد. عمر علی نعیمов وقتی سوال نیست حاضر درس رفته ایستاده است. اگر درس به شما ضرور باشد اشتراک بکنید، اگر نه سوال خود را بعد از درس میدهید. به شما فهمو شد؟ چون که ما این روز درس ششم رفته داریم، ممکن که شما بار اول پیوست شده باشید، به همین سبب اول درس رو گوش میکنیم. اینک درس امروزه اخفا. سلامت باشید عمر علی، انشالله بعد از درس سوال خود را میدهید. خوب انشالله. سوال درس امروزه قاعده اخفا. معنی اخفا، معنی کلمه اخفا، معنی کلمه اخفا این مخفی کرده خواندن یک چیز را میگویند، نه که روشن کردن، مخفی کردن. که روشن کردن یک چیز را روشن بکنیم خانه، این را اظهار میگویند و اخفا یعنی که مخفی کرده خواندن.
سوال اخفا چیست؟ جواب نون ساکن یا تنوین به یکی از 15 حرف روبرو آید، به جای برآمد این حرف پوشیده، نون را به جای برآمد این حرف پوشیده کمی با دماغ خوانده می شود. اگر شما در درس های پیشی به یاد داشته باشید، یکم قاعده اظهار 6 تا حرف دارد: همزه ه، عین ح، غین خا. باید شما این حرف را از یاد بکنید. دویم قاعده نون ساکن و تنوین که اقلاب بود 1 تا حرف دارد، حرف ب. سوم قاعده نون تنوین و ساکن که ادغام نام داشت 6 تا حرف دارد: یا، میم، نون، واو، لام، را. و چهارم قاعده نون ساکن و تنوین که اخفا است، همه باقی مانده حرفا از آن اخفا می شوند که 15 حرف می باشند. برای خاطر که این 15 حرف را از یاد کردن مشکل است، به شما توصیه می دهم که قاعده های پیشی را از یاد کنید. خوب، انشالله. به شما توصیه می دهم که قاعده های پیشی را از یاد بکنید. حرف هایی که در قاعده های پیشی هستند آنها را از یاد بکنید و باقی مانده همه حرف های اخفا می شوند، چون باید شما این حرف ها کنید. بازم تکرار میکنم، اظهار 6 تا حرف دارد: همزه ه، عین ح، غین خا. این را باید شما از یاد بکنید. قاعده دوم که اقلاب بود 1 تا حرف دارد، حرف ب. قاعده سوم که ادغام بود 6 تا حرف دارد: یا، میم، نون، واو، لام، را. و باقی مانده 15 حرف باقی مانده از آن قاعده اخفا می باشند. به همین سبب باید شما 3 قاعده پیشی را با حرفایش از خود کنید تا این که به شما آسان گردد. یعنی بعد از نون ساکن و تنوین یکی از این 15 حرف آید، نون را ما پوشیده، یعنی کمی پوشیده، روشن نه بلکه پوشیده کمی به دماغ برآورده میخوانیم. یعنی که قسم هوا از بینی میبراید. و مثال ها بر این قاعده در سوره هایی که ما میدانیم، سوره فلق و سوره ناس: میان شری، میان شری، میان شری. مثال دیگر: میان قبل، میان قبل. مثال دیگر با تنوین: عاقرا فهبلی، عاقرا فهبلی. و مثال های دیگر: ولا انتم، ولا انتم. حاضر من این مثال ها را به شما نشان میدهم و به شما یک چیز را در این باره گفتنی هستم که بنویسید اگر دفترها باشند. یعنی حالت زبان در وقت تلفظ اخفا، زبان باید نوگ زبان به کام نمی رسد. به همه فهمه شد؟ نوگ زبان به کام نمی رسد. بعضی ها برادران خطا می خوانند، من شری می خوانند. یعنی نوگ زبان را بر کام داشته بعد نون را دراز کرده می خوانند من. این خطا است. باید زبان در جایش ایستد. میا، زبان بر بالا نمی براید. میا، چون که اگر زبان شما به کام برسد، نه، نون، این شما حرف نون را پره، یعنی که روشن کرده خواندید. و در این قاعده ما باید نون را یعنی که پوشیده خوانیم، پره نخوانیم. به همین سبب زبان باید در جایش ایستد. زبان باید بر کام بالا نبراید. میا، میا. اگر شما من گوید، من، این خطا است. این سوال به همه شما فهمه شد؟ این مسئله فهمه شد؟ تکرار بکنید. یکم باره خطا بخونید، یعنی زبان را در کام مونده بگوید.
مین. تکرار بکنید. زبان را در کام مانده بخونید. مین. مین. این خطا است. اگر زبان شما در کام چسبیده باشد، مین، این خطا است. و دویم بار بخونید، درست کرده بخونید، زبان را نبردارید. میا، میا، میا. در کدام حالت باید اخفا کنیم؟ زبان را در کام نمی رسانیم. یعنی که سری زبان را، نوگ زبان را در کام نمی رسانیم. در جایش می ایستد زبان. میا، میا، در جایش می ایستد. میا شری، میا شری، میا شری. این قاعده، این مسئله به شما فهمو باشد، میگذاریم به مسئله دیگر. این فهمو شد؟ یعنی زبان را بر کام نمی رسانیم. بنویسید که تو فراموش نکنید. برای خاطر بعضی برادران خطا آموخته هستند، یعنی که زبان را می رسانند در کام و میگویند مین. باید این خیلی باشد. میا، میا. زبان نمی رسد. این مسئله به شما فهمو شده باشد، به مسئله دیگر میگذاریم. به همه فهمو شد؟ مسئله دیگر، اخفا حرفی بعدیش وابسته دارد. یعنی که غفظ خواندن یا باریک خواندن اخفا از حرفی بعدیش وابسته دارد. اهمیت بدهید و بنویسید. یعنی غفظ یا باریک خواندن اخفا به حرفی بعدیش، به حرفی که بعد می آید، بعد از حرف نون سکون وابسته دارد. اول در مثال نشان میدهم. ببینید. اگر بعد از نون سکون حرفای استفاله، حرفایی که باریک میخوانیم آید، ما اخفای ما باریک خوانده می شود. میا شری. و اگر بعد از حرف نون حرفای استعلا، اینه که حرفایی که غفظ خوانده می شوند آید، اخفای ما کمی غفظتر خوانده می شود. میا، میا. در اینجا میا شری، میا شری. در اینجا میا قبل، میا قبل. در اینجا کمتر اخفا غفظتر خوانده می شود، به سبب اینکه در وقت تلفظ اخفا ما زبان را به مخرج حرفی بعدی نزدیک میکنیم، تیار میکنیم. در اینجا هم در وقت خواندن اخفا ما زبان را به حرف بعدی، به مخرج حرف بعدی نزدیک میکنیم، تیار میکنیم. به همین سبب اخفای ما در اینجا باریکتر خوانده می شود و در اینجا غفظتر خوانده می شود. این مسئله به شما فهمو شد؟ به همه فهمو شد این مسئله؟ و علیکم السلام. کمی دیر کردید، انشالله دوام درس رو گوش بکنید، انشالله همش ساز میشه. بار دیگر درس ششم است. بار دیگر میفهمونم این مسئله رو. اگر بعد از نون ساکین، خوب، یا بار دیگر میفهمونم. بله، درباره اخفا. اگر بعد از نون ساکین حرفای استفاله آید، ما اخفا را باریک کرده میخوانیم، به سبب آنکه در وقتی همین اخفا را میخوانیم، میا، در همین حالتی به دو حرکت کشیدن، میا، ما باید زبان را به مخرج حرف بعدی تیار بکنیم. یعنی مخرج حرف بعدی، حرف ش، حرف استفاله می باشد، حرف شین حرف استفاله می باشد،
به همین سبب اخفای ما باریکتر می شود. من شری، من شری. و اگر بعد از حرف نون، بعد از حرف اخفا حرف نون حرفای استعلا آید، یعنی حرفایی که غفظ خوانده می شود، در وقتی تلفظ اخفا ما باید زبان را به مخرج قاف نزدیک بکنیم و همین سبب اخفای ما در اینجا غفظتر می براید. میا قبل، میا قبل. در اینجا میا شری، میا شری، میا شری. در اینجا میا قبل، میا قبل. اگر شما نظر اعتبار بدهید، در مسئله یکم اخفای من باریکتر می براید، میا شری. در مسئله دوم غفظتر می براید، میا قبل، میا قبل. این مسئله دوم بود که به این قاعده ربط دارد. مسئله سوم در یاد دارید. مسئله سوم این است که در وقتی تلفظ اخفا، یعنی که اخفا رو داشته میخوانید به مقدار 2 حرکت، شما باید زبان رو به مخرج حرف بعدی تیار بکنید. به مخرج حرف بعدی. در اینجا هم در وقتی خواندن اخفا شما باید زبان رو به مخرج حرف بعدی تیار بکنید. از این سبب اخفای شما وابسته به حرفهای بعدی است. اگر حرف بعدی حرف استفاله باشد، یعنی حرفایی که باریک خوانده می شود، اخفای شما باریک می براید. میا شری. اگر حرف بعدی حرف استعلا، حرفی که غفظ خوانده می شود باشد، اخفای شما غفظتر خوانده می شود. میا قبل. یک مسئله دیگر حرف ذ، حرف ذ، ذل، دل، ذل. نوگی زبانی بینگره در این حاله یک مسئله. من ذا الذی، من ذا الذی. در وقت اخفا من زبان را در مخرج حرف ذ موندم. مخرج حرف ذل، سری زبان را در بین دندان ها میمونیم. ذ، من ذا الذی، من ذا الذی. این هم به همه شما فهمو شد. این قاعده به همه شما فهمو شد. این سه مسئله به همه شما فهمو شد. یکی مسئله یکم، بله فهمو شده باشد خوب. به همه شما فهمو شده باشد خیلی خوب. الحمدلله که فهمیدید. الحمدلله ما هم خوب هستیم، شما کم تقدیر کردید. انشاءالله درس رو باز در ما این درس ها رو اینه که سهرانید کرده میمونیم، میتوانید تماشا بکنید. بار دیگر تکرار میکنیم. مسئله یکم، سری زبان رو در کام نمیرسانیم. میا وقتی که اخفا میگوییم میا، سری زبان نمیرسد. مسئله دوم، اخفا یا که باریک خوانده میشد یا غفظ، وابسته از حرف بعدی اش هست. اگر حرف بعدی حرف باریک باشد، حرف استعلا باشد، استفاله باشد، اخفای ما باریک کرده خوانده میشد. و اگر حرف بعدی حرف استعلا باشد، حرفی که غفظ خوانده میشود، اخفای ما غفظ کرده خوانده میشد. و مسئله سوم، در وقت تلفظ اخفا ما باید زبان خود را به مخرج حرف بعدی تیار بکنیم. سلامت باشید. اگر به همه فهمو شده باشد، بار دیگر
این مثال ها رو دیده میبریم. مثال اول که بعد از نون ساکن حرف ها می آید. من شر من قبل من شر من قبل. مثال دوم عاقرا فهب لي عاقرا فهب لي عاقرا فهب لي. در اینجا بعد از تنوین ان حرفی ف آمد. در اینجا بعد از تنوین ان حرفی ف که از حرفای اخفا می باشد، به همین سبب نون تنوین بوده را اخفا کرده می خوانیم. عاقرا فهب لي. مسئله سیوم در سوره کافرون ولا انتم بعد از حرف نون سکون حرفی تا آمد. انتم ولا انتم عابدون ولا انتم انتم ولا انتم. اگر شما انتم گوید سری زبان رو برسانید، انتم گوید خطا است، برای همین سری زبان رو نمیرسانیم. ولا انتم و مقدار 2 حرکت داشته میخونیم. انتم. مثال دیگر ان الانسان ان الانسان ان الانسان انسان. اگر شما انسان خونید یعنی سری زبان رو برسانید در کام، این هم خطا می باشد. برای همین اعتبار بدهید که زبان به بالا نبردارید. انسان 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 ان الانسان. مثال تکرار میکنم مثال ها را. ولا انتم ولا انتم عاقرا فهب لي عاقرا فهب لي من شر من شر من قبل من قبل. این بود درس امروزه. خداوند به هر یکی ما فهمیش قرآن و درست خواندن آن را نصیب بگرداند و عمل کردن به آن هم بر ما نصیب بگرداند، چون عمل کردن خیلی مهم است. اگر سوال ها اوید این درس باشد، اول اوید همین درس همین روزه اخفا مرحمت سوال بدهید. سوال ها اوید درس همین روزه. بسم الله. اسلام دین آرامی. سوال شما از درس بیرون است. اگر چندی از درس بیرون باشد کوتاه کرده جواب میدیم که در پیش نمازتان بگذارد، گربه بگذارد، سگ بگذارد، یگم حیوان بگذارد، نماز بریده نمی شود، نماز را دوام دادن میگیرد. حتی کودک بگذارد نماز بریده نمی شود. حتی آدم کلان هم بگذارد نماز شما بریده نمی شود. قاعده اخفا رو کدام قاعدهش رو؟ همون سه قاعده که در آخر گفتیم، همون قاعده ها، یکی سه مسئله که در آخر گفتیم، یکی آنچه که در کتاب هست. آنچه که در کتاب هست که اخفا، آنچه که در کتاب است چنین است. اخفا چیست؟ آنچه که در کتاب است میخوانم. نون ساکن یا تنوین به یکی از این 15 حرف روبرو آید
نون را به جای درآمد حرفی این حرف پوشیده کمی با دماغ خوانده می شود. و آن سه قاعده که ما گفتیم از این کتاب نیست. یکم اینکه در وقت تلفظ اخفا ما باید سری زبان را به کام نرسانیم. یکم قاعدش. یکم قاعدش در وقت تلفظ اخفا سری زبان را به کام نمی رسانیم. دویم مسئلهش اخفا، باریک خواندن اخفا یا که غفظ خواندن اخفا از حرفای بعدی وابسته است. اگر بعد از نون سکون حرفای استفاله، حرفایی که باریک خوانده میشن آید، اخفای ما باریک خوانده میشد. مثال میان شر گفتیم. و اگر بعد از نون سکون حرفای استعلا یعنی حرفایی که غفظ خوانده میشوند آید، اخفای ما کمی غفظتر خوانده میشود. میان قابل. این بود قاعده دوم. قاعده سیوم، در وقت تلفظ اخفا، در وقتی که ما مقدار دو حرکت داشته میخونیم، ما باید زبان را به مخرج حرف بعدی، حرفی که بعد است، تیار بکنیم. مثال حرف ذ که مخرجش بین دندان ها می باشد، من ذا الذی. که حرف قاف که مخرجش قفای زبان می باشد، قفای زبان به کا می رسد، میان قابل. این به چی سبب؟ به سبب آنه که حرف بعدی روشن خوانده شود. اگر ما زبان را به مخرج حرف بعدی تیار نکنیم، حرف بعدی روشن نمی براید. به همین سبب ما باید زبان را در وقت تلفظ اخفا زبان را تیار بکنیم. میان شری، ببینید حرف ش خیلی روشن برآمده ایستاده است. برای خاطر من تیار کردم زبان را. میان قابل، حرف قاف خیلی روشن برآمده ایستاده است. برای خاطر که من زبان را تیار بکردم. اگر زبان را تیار نکنم، این حرف ها روشن نمی براید. مثال میان شری، ش آواز ش برمان، ش نیشه. میان شری باید باشد. وقتی ما زبان رو تیار نمی کنیم، میان شری، یا که میان قبل، ق برمان، می قاف، باید زبان رو تیار بکنیم. میان قابل. با فکرم فهمو شده این سه قاعده. اگر با کسی فهمانه باشد باز در کامنتاری ها می نویسیم. اینها را انشالله نویسته می گیرید. بله ابو بکر ستارف، این درس ها باز می توانید در آمده از کانال ما تماشا بکنید. انشاءالله درس ها همش ثبت کرده شده است و اینچنین درس های مختصر هم ثبت کرده ایستادیم به مقدار 5-6 دقیقه. این قاعده که ما با شما میگذاریم در دوام 5-6 دقیقه تیار کرده گذاشتیم، میتونید از آنجا هم استفاده برید. ولیکن این افیر برای خاطر فهماندن بیشتر خوبتر فهماندن به نهایت خوب است. بله قاعده اخفا کمتر قاعده مشکل تر است، برای همین در آخر ماندن این قاعده را. و در قرآن بسیار وام میخورد. اینا انزلنا، سوره قدر، اینا انزلنا، در کجایی که کلمه انسان میگوید انسان، این قاعده برای خاطر که حرفاش بسیار هستند، 15 حرف هستند، این قاعده بیشتر میآید. برای همین این قاعده را از خود بکنید. علیکم السلام و رحمت الله.
استاد طرز کشیدش 4 الف را کمی فهمونید. طرز کشیدن 4 الف اینکه این قاعده مد می باشد، ما حاضر نگذاشته. اینکه 4 مقدار الف کشیدن. اذا جاء نصر الله والفتح. جاء سوره نصر. اذا جاء این میشد 4 الف، یا که مقدار 5 الف هم هست، 5 حرکت هم هست، مقدار 6 حرکت هم هست. سوالی از درس بیرون شما چی بود؟ یک سوال دیگر استاد: از کدام سبب مادر پیامبرمان محمد خود را شیر نداده؟ سبب در چیست؟ کی گفت که شیر نداده است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم مادرشان پیامبر صلی الله علیه و سلم شیر دادگی هستند. و چون در آن دوره ها اینه که زنهای بادیانشین آمده کودکا رو گرفته به جاهای خود می بردن، که مکه که شهر بود و زنها از قشلاق ها گویم آمده پسران قریشی را برده در جایهای خود تربیت میکردن، به سببی که در آن جایها اینه که از شهر دور بودن کسلیان نمیشدن و همچون زبان مادری، زبان عربی را خوب میآموختن. و همین سبب آنها را گرفته برده تربیت میکردن تا 4 سالگیشان. بعد 4 سالگی آمده میدادن. ولیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم از مادرشون هم که استعمال شیر کردگی هستند، یا به سبب ممکن که به سبب کم بودن شیر به دیگر زنها هم یعنی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم شیر دادگی هستند، مانند سویبه و دیگرها. یک سوال: شب معراج دین شب بود؟ شب معراج دیروز بود، شب 26 27 ماه رجب، یعنی دیروز. این شب 27 28 است. آیا در سوال نیست؟ آیا درس در سوال اگر در سوره بینه در سرش چی به اخفا نمی کنند؟ یعنی لم یکن الذین کفروا. در اینجا چون قاعده اخفا نیست، لم یکن الذین، در اینجا قاعده اخفا نیست که به همین سبب اخفا نمی کنند. چون که حرفی لم یکونی بعد از حرف نون کسره می آید. آن وقتی که حرف نون کسره یا که فتحه یا که دمه داشته باشد، ما حرف را اخفا نمی کنیم. اگر حرف نون به حرکت باشد و بعد از حرف نون این حرفای 15 تا بیان، بعد اخفا می شود. فهمه شد و فکرم؟ لم یکن الذین، برای خاطر که حرف نون کسره دارد و همین سبب اخفا کرده نمی شود. یک بار قرآن رو کشاده ببینید. من شما دوامش را میگوید. من لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب. بعد از حرف نون ساکن کدام حرف آمده است؟ بعد از حرف نون ساکن حمزه آمده است. به همین سبب در اینجا اظهار رفشن کرده خوانده می شود. رفشن کرده خوانده می شود. به همین سبب رفشن کرده خوانده می شود. یعنی که قاعده اظهار است. حرفای اظهار را فراموش کردید. حمزه ها، عین ها، غین خا. ببینید بعد از نون ساکن شما رو نشان میدم. بعد از نون ساکن حمزه آمدگی است.
لم یکن الذین کفروا من، ببینید من اهل الكتاب، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، یعنی بعد از نون ساکن حمزه آمده است، بعد از نون ساکن حمزه آمده است و همین سبب در اینجا قاعده اظهار است، نون رفشن کرده خوانده می شود. یک چیز دیگر به یادم آمد، قاعده های علامت های قرآنی، به یاد خوب گوش بکنید. علامت های قرآنی، علامت های قرآنی به قاعده و این قاعده ها دخل دارند. چه خیل دخل قاعده است؟ بنگرید، هر وقتی که در قرآن بعد از نون ساکن، بعد از هر وقتی که در قرآن در بالای حرف نون این خیل ساکن دمچه‌دار گذارند، این قاعده اظهار می باشد. شما باید رفشن بخونید و هر وقتی که نون ساکن و هر وقتی که حرف نون به ساکن می آید، خالی ببینید خالی است، به ساکن می آید، این قاعده اخفا یا که ادغام می باشد. این را هم در نظر بگیرید. هر وقتی که نون سکون ساکن قطعی با ساکن می آید، ساکن دمچه‌دار، ساکن قرآنی، دیمک این قاعده اخفا اظهار می باشد که نون روشن کرده خوانده می شود و هر وقتا که حرف نون در قرآن به ساکن می آید، این قاعده ادغام یا که اخفا می باشد. این بود مسئله ساکن. و مسئله تنوین چیست؟ مسئله تنوین چیست؟ گوش بدهید. مسئله تنوین این است که حاضر به شما نشان میدم. هر وقتی که تنوین ان و تنوین این برابر باشند، خطهایشان ببینید، خطهایشان برابر باشند، این هم قاعده اظهار می باشد و تنوین اون به شکل باشد. ببینید 69 به شکل 69 نوشته باشد، این قاعده اظهار می باشد. این قاعده اظهار می باشد. باری دیگر، هر وقتی که تنوین ان و تنوین این برابر نوشته باشد و تنوین اون در شکل 69 نوشته باشد، این قاعده اظهار می باشد. یعنی حرف بعدی حرف اظهار است. در یاد دارید. و مسئله دیگر، مسئله دیگر را حاضر با شما نشان میدهم. و هر وقتی که تنوین ان و تنوین این راست نوشته نباشد، ببینید راست نوشته نیست، در اینجا راست است، در اینجا راست نیست. و هر وقتی که تنوین این و تنوین ان راست نوشته نباشد و تنوین اون در شکل 99 باشد، این قاعده ادغام یا قاعده اخفا است. در یاد دارید، این قاعده ادغام یا قاعده اخفا است. می توانید قرآن را کشوده به آن نظر بکنید. می توانید قرآن را بکشوده در آن نظر بکنید. به همه این مسئله را فهمو شد. باری دیگر می فهمونم. اگر باری دیگر گوش بکنید که تا دیگر را می فهمن. اگر تنوین ان و تنوین این راست نوشته باشند و تنوین اون در شکل 69 باشند، این قاعده اظهار می باشد.
و اگر تنوین راست نوشته نباشد، ان و تنوین این راست نیستند و تنوین اون در شکل 99 هستند، دیمک حرف بعدی حرفی یا که حرف اخفا یا که حرف ادغام می باشد. برای این سبب اینها علامت های قرآنی هستند که برای ما آسان کرده بفهمانیدند تو که به خطای دوچار نشویم. فهمو شد این مسئله هم. این یکی از بگویم که نازکی های درس تجوید می باشد که حتی در قرآن هم این چنین علامت ها گذاشتن که تا ما قرآن را به خطا بخوانیم. و همین سبب برادران و خواهران عزیز، ببینید چقدر آسانی به ما در آموختن علم تجوید چقدر آسانی ها کردن و اگر ما اینها را استفاده نبریم و نخوانیم در روز قیامت جوابگو هستیم. و این سبب حرکت بکنیم که تو این قاعده ها را عملی بکنیم. و همین درس را به آخر میرسانیم. سوال های عاید درس باشد مرحمت. حاضر سوال ها نبود در بالا. حاضر ماشاءالله. نونی به ساکن در بالایش. بله وای ویرگول نیست است، وای هم ساکن است چون ساکن قرآن فرق میکند. ساکن قرآنی هست است. استاد تلفظ همین حرف را میفهموندید. این حرفای حلقی می باشند برادر. همزه ها، عین ح، غین خا، حرفای حلقی می باشند. از پایان حلق حرف همزه و حرف ح می بیاید. مثال حرف ح اگر در همزه سکون مانیم مؤمن اینه که از اینجا می برد مؤمن. و حرف ح الله و از بین حلق حرفای عین و حرف ح می برد. عین ح الحمدلله ح الحمدلله. و حرف عین عالمین اعوذ ع. و دو تا حرف آخر حرف غین و حرف خا، اینها از قسم بالای حلق می برند. خا و غا خالق غاسقین خالق غاسقین. این بود حرفایی که شما گفتید. سلام باشد شما. بله استاد. این بود پایان درس این روزه. خداوند آموختن این علم را به ما آسان بگرداند و فایده این علم را در این دنیا و آخرت بر ما نصیب بگرداند و ما را از جمله اهل قرآن بگرداند و تا در روز قیامت به شفاعت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم سزاوار شویم و این قرآنی که ما امروز میخوانیم عمل میکنیم در روز قیامت هم آمده به ما شفاعتگر باشد، چون در حدیثات چنین میآید. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وبارك لنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم برحمتك الراحمین. درس ما به پایان رسید. اگر سوال های بیرون از درس باشد مقدار 5-10 دقیقه ان شاء الله تیزتر جواب میدهیم. باز هر کس به کار خودش باز میگردد. سوال های بیرون از درس باشند بسم الله. بله استاد فهمو شد. بله خیلی خرسندم که این درس به همه شما فهمو شده باشد. خیلی خرسندم. سلام استاد، من خواهش خواندن دارم، یگان جا هست؟ اگر خواهش باشد حرکت بکنید
در کجایی که نباشد انشالله درس گرفتن میتوانید. ببینید در کجایی که زندگی میکنید پرسید، انشالله یافت میشود. برای مسلمان به چند چیز ایمان آوردن لازم است. برادر مهربان، برای مسلمان به چند چیز ایمان آوردن لازم است. اگر سوال شما، مقصد شما این باشد که ارکان ایمان، یعنی که آن ارکانی که انسان بعد از باوری کردن به آنها با ایمان می شود، این 6 ارکان هستند. آمنت بالله، به الله، و ملائکته، به ملائکه ها، و کتبه، به کتاب ها، و رسله، به رسولان، و الیوم الاخر، به روز قیامت، و القدر خیره و شره، و به تقدیر هم خوبش و هم بدش. انسانی که خود را میگوید که من مسلمان هستم باید به این 6 چیز ایمان باوری داشته باشد: به الله، به ملائکه ها، به کتاب ها و پیامبران، به روز قیامت و به تقدیر نیکی و بدی همه را باید از خدا دارد. کسی که به اینها ایمان می آورد او مسلمان حسابیده می شود. و کسی که اگر یک تا اینها را رد می کند، یک تا اینها، مثال ایمان به ملائکه ندارد، یا ایمان به یک کتابی ندارد، یا همه پیامبران باوری دارد به جز یک پیامبر، این شخص هم از ایمان خارج می شود. سوال آمین. حرف لام، مسئله حرف لام. حرف لام همه وقت باریک خوانده می شود به جز در یک کلمه، اینه که الحمدلله، مالک یوم الدین. هم وقت لا الحمد نه، مالک یوم الدین نه، مال همه وقت باریک خوانده می شود به جز در یک کلمه. در کلمه، در لفظ الله، در لفظ الله حرف لام غفل می شود اگر پیش از کلمه الله فتحه یا دمه یا که زمه باشد، یعنی که یا پیش یا که زبر باشد. اگر پیش از کلمه الله زیر یعنی کسره باشد ای، در این حالت لام حرف الله خوانده می شود. مثال لله، لله. اگر ا باشد فتحه، الله، الله. حرف لام خوانده می شود لا، غفص خوانده می شود. و فکرم فهمو شده. حضرت کتاب لا بد منه به عقیده اهل سنت چرا تعلیم میدهد؟ راستی نمیدونم این کتاب را لا بد منه، راستی نمیدونم این چه کتاب است. این کتاب را گرفتن خواندن دیدن در کار. الف لا میم چی معنی دارد؟ این حرف های هسته که معنای اینها را تنها الله میداند، که مفسران قول بیشتر مفسران این است که معنای این حرف ها را تنها الله میداند. که این هم یک درس است که به ما همه چی را نمیدونیم. یا که حرفایی که یاسین، الف لام را، یا حرف قاف که در اولی بعضی از سوره ها نوشته شده است، آمده است، معنای این را تنها الله میداند. چنین میگویند مفسران، کسانی که تفسیر میکنند. استاد شما گفتید برای درس گرفتن به واتساپ نویسید یا اینستاگرام. به واتساپ گفتیم ما رقم های خود را گذاشتیم، گفتیم که اگر خواهران باشند برای خواهران اینه که میابیم انشالله خواهری که درس میدهد و شما درس میدهد. و برای برادران هم ما رقم های خود را گذاشتیم،
آنها می توانند از آن استفاده برند. مسلمان نسبت به خدا چی عقیده باید داشته باشد؟ مهربان حاجیف، مسلمان نسبت به خداوند چی عقیده باید داشته باشد؟ در جای اول هر یک مسلمانی که خود را مسلمان کامل می‌داند، مسلمان حقیقی می‌داند، باید به یکه بودن خداوند ایمان داشته باشد. یعنی در ذات خداوند هیچ کس را شریک نآورد. و مثل نصرانی ها عیسی پیامبر را شریک می آورند، یهودی ها دیگر پیامبران شریک می آورند، و اما مسلمان ها چی؟ یگان کس را به ذات الله شریک نمی آوریم. الله خداوند بزرگ یکه و یگانه و یکتاست. این است یکم مسئله عقیده. دوم این که به همه صفتهای خداوند باوری کردن، به همه صفتهای خداوند باور داشتن، یگانگی، رزق دهنده، رحمان، رحیم، به همه این صفتها باوری کردن. این از سوالهای عقیدوی مختصر گوییم. که کتاب‌های انجیل و زبور دیگر، کتاب‌های انجیل زبور، این کتاب بیبلیا این انجیل بیبلیا است و زبور هم با زبان روسی چیش میگفتن ناظر هست. این کتاب‌ها یعنی که ترجمهش آمد تا زبان ما رسید. خودی کتاب که با اون زبانی که نازل شده بود به پیامبران پیشی با آنها نرسید، فقط ترجمهش آمد. و خود شما میدونید که هر چیزی که ترجمه شد صفت اصلی را از دست میدهد. و در بین کتاب‌های آسمانی یگانه قرآن کریم است که با زبانی که نازل شد با همان زبان تا دوره ما آمده رسید و تا روز قیامت خواهد رفت. و دیگر کتاب‌هایی که نازل شده بودند پیش از قرآن، انجیل، زبور، تورات، با آن زبانی که نازل شدند تا دوره ما، تا وقت زمانی ما آمده نرسیدند، فقط ترجمه آنها آمده رسید. و شما میدانید که وقتی که انسان یک چیز را ترجمه میکند، یعنی که اساسی آن را، موقع اساسی را از دست میدهد، که اصل اساسی را از دست میدهد. به همین سبب این کتاب ها، ترجمه این کتاب ها آمده رسیده هستند. در دست نصرانی ها انجیل می باشد، یعنی که بیبلیا. دوامش سوال دوم. انشالله در آمده درس ها ببینید و از درس های مختصر هم استفاده برید. و این چونین برای مخرج های حرف را درست کردن از درس هایی که ما میگذارانیم گذاشتیم در صحیفه، مخرج حرف ها هست، از آنجا هم استفاده ببرید. انشالله امروز تا فردا باز مخرج حرف داد را میگذاریم. دیروز ما مخرج حرف صاد را گذاشتیم با قاعده های قرآنی و امروز تا فردا انشالله تیار شود حرف داد را میگذاریم که یکی از حرف های مشکل تلفظ کردنی است. برای همین سبب آن درس ها هم استفاده برید، تماشا کنید. الله به ملائکه ها، به پیامبران، به کتاب ها و روز قیامت و تقدیر خوب باشه. بعد بله، پیامبر اسلام چگونه شخصان، پیامبران چگونه شخصان هستند؟ پیامبران چگونه شخصان هستند؟ یکم اینکه پیامبران از جنس انسان هستند، یعنی که انسان هستند. همه پیامبران انسان بودند، یعنی که از آدمی زاد بودند، ملائکه نبودند. به چی سبب؟ به سبب آن که اگر الله سبحانه و تعالی در بین انسان ها پیامبران را از ملائکه های اختیار میکرد، انسان ها میگفتند که اینها ملائکه هستند، به همین سبب
ما نمیتوانیم انجام بدهیم آنچه که آنها انجام میدهند. و این سبب پروردگار از بین انسان ها پیامبران را جدا کرد. و دوم این که پیامبران بیگناه هستند، یعنی معصوم نه از گناه، چنانه که امام ابو حنیفه در کتاب فقه اکبر خود که با عقیده عقیده می نویسد، پیامبران از گناه پاک هستند. خداوند آنها را از گناه حفظ و حمایت کردگی است. آنها در دنیا گناه نمی کنند. این بود مختصر درباره پیامبران. و پیامبران معجزه داشتند. یک خاصیت دیگر معجزه داشتند که هر یک پیامبر به خاص خود معجزه داشت که این معجزه آنها را هیچ کس تکرار کردن نمیتوانست. و همه پیامبران میکردند انسان ها را به یکه پرستی، که همه پیامبران دعوت میکردند انسان ها را به یکه پرستی، ولیکن شریعت گوناگون داشتند، یعنی که طرز نمازخانه هاشون گوناگون بود. در مسئله عقیدوی همه‌اش یک بود است، مسئله همش به یک پروری دعوت میکردند. و در مسئله فقه یعنی نمازخانه هر یکش عبادت خاص خود را داشت. سوال حرفای مقطعات گفته می شود استاد اگر خطا نکنم الف لام، یعنی تنها خوانده میشن؟ بله محرمین این حرفا رو تنها معنای این حرفا رو تنها خداوند میداند. هیچ معبود نیست بجز الله تعالی. بله. السلام علیکم استاد مهربان و همسنفان عزیز. بله این عمر نورو امروز از درس دیر کرده. سوال دیگر: استاد همون شیعه های و سلفی ها کیا هستند؟ آیا آنها بهشت دوزخ می روند و خدا آیا آنها کیست؟ کمی معلومات می دادید. درباره شیعه ها می گویم، چون این شیعه ها یکی از فرقه مسلمان ها هستند که از گروه اساسی جدا شده هستند و اساسگزار شیعه ها عبدالله ابن سبای یهودی می باشد که در وی آمده اسلام را قبول کرد، یعنی که با زبان اسلام را قبول کرد و با دل تصدیق نکرد و مقصد او در بین مسلمان ها فرقه ایجاد کردن، یعنی گروه ایجاد کردن بود و اساسگزار آنها امین عبدالله بن سبا می باشد که مسلمانان را به دو گروه جدا کرد، یعنی که یعنی که مسلمان هایی که یک گروه بودند هم پیروی پیامبر صلی الله علیه و بودند و آنها را به گروه جدا کرد که شیعه ها پیدا شدند و در بین شیعه ها بعد شیعه ها به چند قسم تقسیم شدند و به بهشت در آمدن یا ندر آمدن آنها را تنها خداوند میداند، که چون هست است که در بین شیعه ها خیلیش اینه که شیعه هایی که صحابگان را دشنام میدهند، صحابگان را ابوبکر و عمر را دشنام میدهند، یا خیلی آیت های قرآن را قبول ندارند، به مثل آیتی که درباره حضرت عایشه نازل شده است به آن باور ندارند. یعنی که خداوند اگر تا روز قیامت تا حیات دوران توبه نکنند باز نگردند، آنها هم حکم مشرک را دارند، چون که انکار میکنند آیت های قرآن را. و همین سبب در آمدن یا نه در آمدن آنها به بهشت دوزخ تنها خدا میداند. اگر توبه کنند و به اسلام حقیقی بازگردند، شاید خداوند آنها را ببخشد. و سلفی ها کی هستند؟ شخصان سلفی هایی که امروزه هستند آنها تابع همین 4 مذهب نیستند. یعنی ما اهل سنت و الجماعه تابع یا امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام حنبلی، امام مالک 4 مذهب است. ما تابع یکی از این مذهب ها هستیم
و سلفی ها اینه که تابع این مذهب ها نیستن. آنها میگویند که ما خود باید قرآن را خوانیم و حدیث ها را عمل بکنیم. و پراتر میتونید شما از استفاده برید، چون علما در این مورد بسیار گفته هستند و ما در این مدت کوتاه نمیتونیم همه آنها را به شما گفتن. سلام علیکم. آنها کی را میپرستند؟ آنها الله را میپرستند. الله را میپرستند. همین آنها الله را میپرستند. استاد همی کتاب ملکه دانشمند گفتگی چگونه کتاب هست؟ راستی بار ندیدم این کتاب را ندیدم، نخواندم، نمیدونم. ملکه دانشمند نمیدونم. استاد همین راست هست که در جنت زنها به مثل دختر 15 ساله جوان هستند یا که راست است؟ مسئله سن و سال در جنت در روایت ها چنین میگوید که شخصانی که اینه که 50 60 ساله 70 ساله شده از این دنیا گذشتن، اینه که کمپیر و موسفید شده گذشتن، آنها را به جوانی 33 ساله، اینه که سالهای آنها در جنت به جوانی 33 ساله یا که جوانزنی 33 ساله بازگشته نمی شود. این چنین هست از روایت ها. چون 70 ساله 80 ساله که پیر شده است و با مشکلات دچار شده است، برای خاطر راحت کردن می آید در روایت ها که آنها به 30 ساله به جوانی 33 ساله، این سین سالش و 33 ساله می باشد. هست از این روایت ها. کدام آیت آمده است برای پاک بودن مادرمان عایشه؟ انیق در کدام سوره و در کدام آیت بودنش را حاضر نمیدونم و اگر در کار شود انشالله یافته می نویسیم. و این آیت به چی بود؟ به چی سبب نازل شد؟ سبب این بود که منافقان مادرمان عایشه خداوند از او راضی بود را به عمل کردن کار زشت تهمت کردن، به زنا کردن تهمت کردن و الله سبحانه و تعالی آیت را نازل کرد که بر پاک بودن عایشه آیت نازل کرد و دروغ این منافقان را آشکار کرد. مذهب برای چی از کی شد؟ مذهب برای چی و به 4 مذهب جدا کردن؟ اینجا جدا کردن نیست. باید شما بدانید مذهب این آسان کرده فهمانده دادن دین بر ماست. چون بسیار حدیث ها می آید که در یک حدیث پیامبر این طور نماز خواندن، در حدیث دیگر این طور نماز خواندن و مذهب عالم مذهب این حدیث ها را آموخته و یکی از اینها را اختیار میکند و ما تابع همین عالم مذهب میشویم که در این هیچ گناهی نیست. برعکس این واجب است که ما پایبند یکی از این مذهب ها باشیم، چون که همه ما نمیتوانیم کتاب را خوانده، چون در کتاب های حدیث بسیار حدیث ها می آید که حدیث هایی که به دیگرش مخالف هستند و امام هر یک مذهب این حدیث ها را خوانده و در خلاصه می برآورد که با همین حدیث عمل کنیم و ما در پشت آن می رویم. چون حدیث ها هر خیل هستند. ممکن است که حدیث سال اول اسلام گفته شد و حدیث است که سال آخری اسلام گفته شد و ما نمیدونیم که کدام حدیث پیش گفته شد کدام حدیث بعد گفته شد یا کدام حدیث انکار کرده شد با حدیث دیگر. با همین سبب اینها را تنها عالمان اهل مذهب میدانند و اینها آموخته بر ما آسان کرده ماندن تا ما پیروی یکی از اینها باشیم.
سوال دیگر، قرآن را با تاجیکی میخوانند استاد، همون خواندگیش میتونم بخشن یا نه ترجمهش؟ در این جا به فکرم نشونیدم که باز دیگر زبان ها خوانده ببخشند، والله اعلم، خداوند داناتر است. ولیکن آنچه که من میدونم هم وقت با زبان عربی خوند که قرآن را با زبان اصلی خوانده میبخشند و با زبان های دیگر انیق نمیدونم. باز میپرسیم انشالله میفهمیم. روز قیامت چگونه روز است؟ استاد یگان روز فکر کنید درباره جنت کمی معلومات تماس من میخوام انشالله اگر وقتی زمین وقتی بوده رو ما در این درس ها صرف کرده ایستادیم. انشالله باز میبینیم که همین حدیث ها و حکایه هایی که هستند همشان در قرآن هستند. اگه همین حدیث ها و حکایه هایی که هستند همشان در قرآن هستند، شما یک چیز رو بدونید، آن چیزی که در قرآن است وی را آیت قرآن میگویند و آن چیزی که حدیث هست اینه که آیت قرآن این سخن از جانب الله، این کلام الله است و حدیث این کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم است و فرقیت بین حدیث و بین آیت فرق بزرگ است، چون در نماز ما تنها آیت میخوانیم و حدیث را نمیخوانیم گرچند که با زبان عربی باشد. اینه که حدیث گفته های پیامبر هستند و آیت ها گفته الله سبحانه و تعالی و حکایه هایی که می آید در قرآن حکایه ها بسیار هستند. نه حکایه هایی که اصل دارند، حکایه هایی که راست هستند، حکایه هایی که در این دنیا، اینه که حکایه درباره فرعون، حکایه ها درباره قوم های نوح، لوط و دیگر قوم ها، همه اینها اصل دارند، اینه که در اساس بودند، اینها بافته شده نیستند. اینها از حکایه هایی که انسان ها در کتاب ها می نویسند فرق می کنند. حکایه که انسان می نویسد این بافته شده است و حکایه های قرآنی بهترین حکایه ها هستند که اینها در اصل وجود بودند، یعنی که شده بود. این اونچه که می آورند که همین حدیث ها. یک سوال مهم میخوام، انسان را به دستان استاد یک سوال مهم میخواهیم انیقش فهمیم. در قرآن الله تعالی میفرماید انسان را به دستان خودم خلق کردم، آیا شما را چی شده است که پیرهی شیطان شده اید؟ اما یک آدم میگوید که الله دست یا چشم یا پای ندارد اما قدرت دارد و قدرتش همه چیز را خلق کرده است. برادران و خواهران عزیز، آن آیت هایی که در قرآن آمده است به مثل ید، ترجمه ید این دست میشد، به مثل نفس، به مثل یعنی وجه یعنی روی. امام ابو حنیفه در کتاب فقه اکبر خود میگویند که نباید ما این تصور را داشته باشیم که خداوند به مثل ما دست ها دارد، به مثل ما وجه یعنی که روی دارد، به مثل ما پای دارد. این باید در تفکر ما نباشد. ما میگوییم که البته آن چه که در آیت آمده است ما بر آن باوری داریم، به ید، به ساق یعنی پای، به وجه، ولیکن تصور نمی کنیم که چی طور باشد، چون که الله سبحانه و تعالی با صفتهای بندگان صفت کرده نمی شود. فهمو شد؟ چون که الله سبحانه و تعالی با صفتهای بندگان صفت کرده نمی شود. فقط ما این را می گوییم که ما به این آیتهای نازل شده باور داریم و چگونه بودن این صفتها، چگونه بودن این کلمه های ید و وجه و ساق تنها خداوند میداند، تنها خداوند میداند و ما به یگان چیز خداوند را تشبیه نمیدهیم.
نمیگوییم که خداوند به مثل انسان است، به مثل دستای انسان دارد، به مثل وجه انسان دارد. نه، این خطاست. این ممکن نیست که ما به چیز خداوند را مانند کنیم، برای خاطر که هست در قرآن آیت که یگان چیز را اینه که با خداوند مانند کردن ممکن نیست، چون که ما او را ندیده ایم و آن چی را که ما ندیده ایم تصور کرده نمیتوانیم. مثال، اگر من گویم که ماشین، شما تصور کردید ماشین چیست؟ بله. برای خاطر چی تصور کردید؟ برای خاطر که شما آن را دیده اید. اگر من گویم که درخت، شما تصور کرده اید؟ بله. برای خاطر چی تصور کردید؟ برای خاطر که شما آن را دیده اید. اگر من گویم که آب، تصور کردید آب را؟ بله، چون که شما آن را دیده اید، برای همین تصور کردید، در فکر شما هست. من میگویم که انسان، آدم، تصور کردید؟ بله، برای خاطر که شما این را دیده اید. و وقتی که ما میگویم که الله، خداوند، یگان تصور باید نباشد. در فکر ما یگان تصور نباشد که مانند چیست، باید تصور نباشد. و فکرم فهمو شد. حدیث ها بعد در کدام کتاب های یا چی دا کرده؟ ولی حدیث ها در کتاب های بعد از قرآن حدیث می ایستد، یعنی که در مرتبه بینگریم بعد از قرآن حدیث ها می ایستد. و حدیث ها در کتاب های حدیث امام بخاری، حدیث امام مسلم، طبرانی، امام نسائی و دیگر امام ها آمده است. یکی 40 حدیث نووی و این حدیث ها در کتاب های صحیح آمده است. حدیث های صحیح را جمع کرده. و فکرم فهمو شده درباره آنچه که درباره دست و درباره پای گفتم، که ما باید مانند نکنیم. هر روز درس نمی شود، هر روز وقت نیست. استاد معنی همین کلمه رو میفهمونید؟ مفلس. در حدیث این کلمه آمده است، کلمه مفلس. کلمه مفلس در آن حدیثی که آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که مفلس کیست، یعنی کیست؟ همین به زبان روسی گویم بانکروت شدگی، که کیست؟ انسانی که هیچ مال نماند از او این آن انسان است که در این دنیا عملهای خوب میکرد و به سببی که در این دنیا کسی را آزار میداد، کسی را غیبت میکرد، کسی را تهمت میکرد و روز قیامت با این عملهای صالح خود می آید، عملهای صالح بسیار دارد، ولکن این انسانهایی که در این دنیا حق آنها مانده بود رفته از او عملهای صالحش را میگیرند و این انسان به هیچ چیز میماند. یعنی همه عملهای صالح کردهش را به انسانهایی که در این دنیا غم داده بود، آزار داده بود، به آنها میدهد ثوابهایش را. و این شخصی که به عملی صالح میماند آن را مفلس گفتند و آن شخص را به دوزخ میپرتاید. مسئله دست و چشم، ما امام در اینجا دو مسئله است. یکم که خوب میشد که ما این را ترجمه نکنیم، یعنی در قرآن ید می آید و معنای ید را تنها خداوند می داند و در قرآن وجه می آید و معنای وجه ها تنها خداوند می داند و در قرآن ساق آمده است، معنای ساق را تنها خداوند. مهم این که ما به اینها باوری داریم که خداوند دارای ید، دارای وجه، دارای نفس و دارای ساق است و اینها چی گونه هستند، چی ترجمه میشن، تنها خدا میدونه. اینش بهترین است. این در علم عقیده آمدگی است. اگر درس های عقیده را اگر در اونجا گذارید انشاءالله بهتر میشود که
نوارها یافته تماشا میکنه درباره عقیده. و در کانال ما درس عقیده هم هست. به فکرم چند درس عقیده گذاشتگی هستیم از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه. در آنجا در آمده ببینید در این مسئله ها درس گذاشتگی هستیم. البته فهمم. اه، گفتم که ما اینها را ترجمه نمی کنیم، چون که بعضی امام ها گفتن که خوب میشد که آنچه که در قرآن آمده است این چنین گذاریم، یعنی ید آمده است این چنین گذاریم، ترجمه نکنیم خوبتر. برای خاطر که وقتی که ما دست میگوییم ما کلمه اصلی عربی را ید بود به دست ترجمه کردیم و دست زبان ما این دست را بر نظر دارد و ممکنه که در دیگر زبان در زبان اصلی دیگر معنا هم داشته باشد. به همین سبب نقضش میگذاریم چون این که است. و آن علمایی که هستند که میگویند قدرت گوییم خوبتر میشد که ید خدا این قدرت است، این گونه علم ها هم هستند، یعنی بین علم ها هم بحث است و بهتر میشد که همون ید بگوییم بمانیم. نیت که وقتی نماز خواندن نیت دل قطعی کنی می شود. نیت دل نیت اساسی است و نیت زبانی هم کنید خوبتر و بهتر می شود، ولیکن بدانند که نیت دل نیت اساسی است. الله کل مسلمانان و شما را در حق ما دعاگو باشد. در پناه بر خدا انشاءالله شما هم دعاگو باشد. استاد قاعده های نون ساکن و تنوین را میفهمد. قاعده نون ساکن و تنوین برادر جان در این باره ما 4 درس گذاشتیم و درس های مختصر هستند در آمده اونجا ببینید خوبتر میشد. چون حاضر ما در افیر را تموم میکنیم برای خاطر وقت. امروز به نهایت بسیار ششتیم، از یک نیم ساعت میشد قریب. به همین درس امروزه را آخر به انجام میرسانیم. سوال جواب ها هم به انجام میرسانیم انشاءالله که دعاگو باشد خداوند علم با عمل به هر یکی ما نصیب بگرداند. اللهم اغفر لنا ورحمنا وبارك لنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاگو باشد انشاءالله. باز درس های آینده ما حرف نون ساکن را تمام کردیم، انشاءالله درس های آینده به حرف میم ساکن میگذاریم و وظیفه خانگی را فراموش نکنید. شما باید این حرف را از یاد بکنید، چون اگر از یاد نکنید هیچ فایده نیست. باید حرف های گذشته را از یاد بکنید که قاعده ها را از یاد بکنید، تکرار بکنید، قرآن را نگاه کشاده خوانده این قاعده ها را در قرآن ببینید، با چشمان خود ببینید، انشاءالله بهتر میشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با همین درس ها به آخر میرسونیم. در پناه الله باشید. خداوند همه شما را در حفظ و پناهش نگاه بدارد. آمین. السلام علیکم و رحمت الله.